کارهای پیشگیری از انتقال و سرایتیابی به بیماری کووید-19 در شهر و دهات پنجگند ادامه دارد. موج دوم این بیماری الکی در بسیار دولت‌های دیگر آغاز یافته، سبب اساسیش جدی قبول نکردن این بیماری می باشد. متاسفانه در شهر پنجگند نیز بسیاری از ساکنان نسبت این مسئله بی‌پروایی ظاهر می نمایند. این حالت در مرکز شهر پنجگند و داخل بازار مرکزی به نظر رسید. ساکنان زیاد به نقاب در کوچه گشت و گذار می کردند. قاعده های بهداشتی را رعایت نمی ساختند. چون این وضعیت در بازار مرکزی زیاد مشاهده می گردید. در برابر خریداران بعضی از فروشندگان نیز از نقاب طبی استفاده نمی کردند. کاهش یابی بیماری سرایتی کرونا ویروس در تاجیکستان نباید سبب فارغبالی ساکنان گردد. تماشابینان عزیز، خود و نزدیکانتان را از بیماری سرایتی کووید-19 احتیاط نمایید. در داخل نقلیات و جایهای جمعیتی حتما نقاب پوشید و فاصله معین کرده طبیبان را رعایت سازید، زیرا بی‌پروایی شما می تواند سبب از حیات محروم ساختن خود و اطرافیانتان گردد. امید می کنیم که ساکنان با درک بلند مسئولیت این مسئله را جدی قبول می سازند. گزارش صبرینه اکرم و اسماعیل جان خالف.